سلام به ان مامی کنکت خوش اومدین. من نگین هستم، میزبان این پادکست. تو این اپیزود قراره که با من بیشتر آشنا بشید. اصلا من چیم، از کجا اومدم و اینکه هدف این پادکست و برنامه من برای این پادکست چی هست. قبل از هر چیزی بهتر که خودم معرفی کنم. همطور که اسم منو شنیدید، اسم من نگینه و من یک مادر مهاجر هستم. خب طبیعتا پشت اون دوتا لغت یه عالمه داستان، یه عالمه تجربه هست که دوست داشتم که توی این پادکست با شما در میون بذارم. مهاجرت من در سال 2018 اتفاق افتاد. من مهاجرت تحصیلی داشتم. توی ایران لیسانسم رو خوندم توی رشته مهندسی فیزیک، گرایش لیزر اپتیک، و در بلژیک که هنوز هم همینجا ساکن هستم اومدم و مهندسی پزشکی خوندم برای مستر، برای فوق لیسانسم. سال 2021 فارغ التحصیل شدم. همون سالم شروع به کار کردم. سال 2023 با بهترین دوستم ازدواج کردم و همون سال هم بچه دار شدیم و اینجوری شد که من شدم یک مادر مهاجر. خب این یه اینتروداکشن، یه توضیح کلی، یک معرفی کلی در مورد من بود و توی اصلا کلا هدف من از این پادکست چیه؟ باید بگم که من از این که تجربیاتم رو در اختیار دیگران قرار بدم احساس رضایت و لذت خاصی میکنم و این پادکست مثل یک کافی شاپی میمونه برای من که من با دوستم رفتم و من دارم در مورد تجربیاتم باهاش صحبت میکنم. خب اگر که بتونم تاثیرگذار باشم، یک نگینی مثل من یه جای گوشه دنیا باشه که به پادکست من گوش بده و احساس کنه که از تجربیات من میتونه استفاده کنه، یا اینکه نه فقط شنونده باشه و بگه که اوکی خب مثلا یه کس دیگه هم هست یه همچین تجربه‌ای داره و فقط بخواد بشنوه، چه بهتر. پس هدف من از این پادکست اینه که من فقط تجربیاتم رو در اختیارتون قرار بدم و اینکه اصلا چی شد که اومدم، از کجا اومدم و در مورد تجربیات مادر شدنم توی کشور دیگه با شما صحبت کنم و و و و و فقط قبل اینکه من بخوام خیلی عمیق‌تر بشم در اپیزودهای بعدی، باید بگم که شما همونطور که اول ماجرا بهتون گفتم که اینجا برای من مثل یک محیط خیلی دوستانه میمونه. باید بدونین که من یک پادکستر حرفه‌ای نیستم. من اسکریپت نوشته جلوم ندارم و هر چیزی که تو ذهنم میاد، هر کلماتی که تو ذهنم میاد با شما در میون میذارم. این همونطور که گفتم مثل یه دوست توی کافی شاپ. ممکنه بعضی جا خیلی حرف بزنم، بعضی جاها کمتر حرف بزنم و خب خیلی دوستم که فیدبک شما رو بشنوم، بدونم و بهتر و بهترش کنم. چرا که نه، من کاملا توی این مورد اوپن هستم. خوب شد این کلمه رو استفاده کردم، کلمه اوپنو، چون همین الان منو یاد یه چیزی انداخت و اونم اینه که شما قراره از من یه سری لغت‌های خارجی، انگلیسی بهتره بگم، بیشتر بشنوید. علتش هم نیستش که من یا حالا هر کدوم از دوستاتون که خارج از کشور هستن و شما لغت انگلیسی بین فارسی ازشون میشنوید، علتش این نیستش که ما خارجی هستیم، ما اینجا زندگی میکنیم، فارسیمون خیلی کمه.
نه، علتش اینه که بعضی وقتا یه سری چیزا انگار که نسل به نسل شده، انگار که همه استفاده میکنن و شما هم استفاده میکنی و یا اینکه انقدر اون کلمه رو تو طول روز به کار میبری که نمیگم یادت میره زبان مادریت، ولی اون اولین چیزی که تو ذهنت میاد همونه و همونو میگی. مثلا یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، اینجا بین همین دوستای خودمون وقتی میخوایم بگیم که من یک ماشین مثلا رفتم اجاره کردم، میگیم من یک ماشین رنت کردم. ببینید کلمه اجاره کلمه سختی نیست، ولی قضیه اینجاست که انگار که اصلا هم نمیدونیم از کجا اومده و چرا اینجوری شده. نه که مثلا استفاده کنیم که عقب نمونیم، ولی نرمال همینو میگیم. میدونید همینو راجعش صحبت میکنیم، میگیم، همه استفاده میکنیم. و خب بعضی وقتا هم ممکنه من سورپرایزتون کنم و شما یه سری کلمه قلمبه سلمبه از من بشنوید و خب میگید که نگین مثلا اونو داری انگلیسی میگی، بعد این کلمه قلمبه سلمبه چیه؟ همونطور که گفتم به این معنی نیستش که من فارسی ضعیفی دارم، نه، به این معنی که یه سری کلماتو ما اینجا با هم دیگه زیاد استفاده میکنیم. خب من پس برای اینکه جمع‌بندی کنم این اپیزود اول و کوتاهمو، خواستم بهتون بگم که اول که من به طور کلی کی هستم و چه انتظاری میتونید از پادکست من داشته باشید. پس شما قراره به یک مادر، به یک همسر، به یک خانم شاغل و به یک دوست مهاجر گوش کنید و در مورد تجربیاتش بدونید، بشنوید و شاید هم الهام بگیرید. من هر هفته سعی میکنم که بین 1 الی 2 اپیزود رو منتشر کنم، بسته به اینکه هفته قبلش من چقدر سرم شلوغ باشه، چون من عاشق اینم که تو اپیزودم موزیک باشه و خب برای آپلود کردنش باید تایم بذارم. پس در نتیجه شما ممکنه بعضی هفته فقط از من یه دونه اپیزود داشته باشید. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که شما رو توی اپیزودهای بعدی داشته باشم و در مورد تجربیات بیشتر من بشنوید. ممنونم ازتون.